سلام و درود دارم به همه دوستان و مخاطبان عزیزی که با رسانه بلخ همراه هستند. آرزوی سلامتی دارم به هر یک شما خوبان و هر یک دوستانی که صدای ما را از طریق رسانه بلخ میشنوند. تمنا میبرم تندرست باشین و روز و روزگارتان به خوبی و گرمی بگذرد. یکی از مخاطبان ما یک بحث بسیار عجیبی را با ما در میان گذاشتن و تقریبا یک سوال است دیگه. اینا گفتن که چنگیز خان مغول نهایتش داشته باشه 4 زن. اما چرا در جهان امروز بعض مردم ادعا میکنن که در همین جهانی که ما زندگی میکنیم نزدیک به 20 میلیون نفر نسلشان و نسبشان مستقیم به چنگیز خان مغول میرسه. در این رابطه شما یک تشریح برای ما داشته باشین و یک محتوا بسازین. خب ما به فرمایش این دوست ما میخوایم که در این رابطه تشریحات مفصلی را با شما بیان بکنم، پس تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. چنگیز خان مغول به اساس شواهد تاریخی تقریبا 7 زن داشت، آنچه که در روایت تاریخی آمده. اما در منابع تاریخی این موضوع هم اشاره شده که چنگیز خان مغول با افراد زیادی، با زنان زیادی روابط نامشروع داشت و هنوز معلوم نیست که فرزندان نامشروع چنگیز خان مغول چی کسانی هستند. یکی از زنانی که در نخستین گام چنگیز خان با او ازدواج کرده بود بورته نام داشت و یکی از زنان مهم بوده در جمله زنان چنگیز خان مغول و از قبیله قونقیرات بوده و نقش مهمی داشت در تثبیت جایگاه شخص چنگیز خان. همسران دیگه که بعد از بورته میآید در کنار چنگیز، چند زن دیگه هم با او ازدواج میکنه. منابع تاریخی در این رابطه حداقل گفتن که بعد از این زن 7 ازدواج دیگه هم کرده و فرزندان فراوانی داشته چنگیز خان. اشارات تاریخی در این رابطه تقریبا زیاد است. برخی از منابع تاریخی تاکید به این میکنن که فرزندان چنگیز هر کدامشان بیشتر از 40 بچه داشته. اینا مثلا همون جوجی یا اوکتایش تقریبا بیشتر از 40 فرزند داشتی. خودش نشان میده که گستردگی نسل چنگیز خیلی در امور روزگار خود در حال افزایش بوده. ازدواج های پی در پی را چنگیز خان انجام داده به خاطر از که تحکیم قدرت بکنه. در هر منطقه که میرفته باز یک زن میگرفته، در اونجا یک 4 روز کتش می بوده یا طلاق میداده یا اینکه باز از اون منطقه بیرون میشده. خب مردم هم از ترس چنگیز خان دیگه چیز گفته نمیتونستن دیگه. چنگیز خان هم امپراتور جهان، طبعا که میرفتن خودشون به خواست دلشون یا اینکه تن میدادن یا اینکه زور بود، اصلا اینا چیزی کرده نمیتونستن. با زنان زیاد ازدواج کرده، ازدواج مشروع و غیر مشروع، نامشروع. و هدف از ازدواجشی بود که مردم باید وفاداری داشته باشه به حکومت چنگیز خان. اینمی سیاست باعث شده بود که نسل چنگیز در سراسر دنیا، در آسیا و حتی اروپا گسترش پیدا بکنه، چی فرزندان مشروع است چی فرزندان نامشروع. و بسیاری از مورخان گفتند که سلسله مهمی که در چین حکومت کردن و یوان ها و همچنان یلخانان، اینا یلخانان در حوزه ایران حکومت میکردن یا از نوادگان چنگیز خان بود. بسیاری از مردم امروزه در کشورهای مختلف نسل خود را به چنگیز خان ارتباط میدن. اینمی گستردگی ازدواج، اینمی ازدواج های مشروع و غیر مشروعی را که چنگیز خان در زمان حیات خود کرده سبب شده که یک تعداد مردم نسلشان مستقیم به چنگیز خان برسد. در این شکی نیست. حالا پژوهش هایی که صورت گرفته، همون پژوهش ژنتیکی که صورت گرفته و نشان میده که تقریبا میلیون ها نفر در جهان امروز اینا کسانی هستند که از نگاه ژنتیکی حامل ژن های چنگیز خان می باشند و نسبشان به چنگیز میرسه.
ما قسمی که در ابتدا برای شما گفتم چنگیز خان فرزندان فراوانی داشت. اینال وقتی در هر منطقه که رفته ازدواج کرده، خود طبعا در اونجا یک کسی به دنیا آمده دیگه. حال ما را فرزند حلالی بدانیم، حرامی بدانیم، فرزند مشروع بدانیم، نامشروع. خب ما یادآوری بر شما کردم در ابتدا هم که مشروع و نامشروع. حالا اگر فرزندان مشروعش نام ببریم شاید کم باشه، ولی فرزندان نامشروعش دیگه شما نمیتونین اون را حساب بکنین. و زمانی که یک پسر مشروع چنگیز خان 40 فرزند داشته باشه و این 40 فرزندش دیگه باز ایره شما جمع کنین که چقدر میشه. گستره امپراتوری مغول یا امپراتوری مغول از چین تا اروپا و تا اروپای شرقی هم تقریبا قلمروش بود. اینمی باعث میشه که نوادگان چنگیز در گوشه و کنار جهان بیشتر شوه و نفوذشان هم پراگنده شوه و این نسل با گذشت سالها هنوزم ادامه داشته باشه و اون امور را دیگه ادامه داره. قدرت و جایگاه اجتماعی را که چنگیز خان در زمان خودش داشت و افتخاری را که به خاطر مشروعیت سیاسی خودش میخواست کسب بکنه، خب اینمی کارا را میکرد، اینمی ازدواج ها را. حالا بعض یافته های علمی نشان میده که تقریبا در جهان امروز بین 16 تا 22 میلیون نفر تنها مرد، اونم زن نه، تنها مرد، اینا کسانی هستند که نسبشان به چنگیز خان میرسه. و حتی بعض پژوهشگران دیگه گفتن که 35% مردم دنیا اینا ممکن است که از نوادگان چنگیز خان باشه. گرچه این آمار یک آمار تحقیرآمیز است، یک آماری است که به نظر آدم شوخی معلوم میشه. خب به هر حال این را یک تعداد مورخین مطرح کردن. بنابراین نسل چنگیز خان اونمو افزایش نسلی را که ما نشان بر شما بیان کردم، اینمی تقریبا 20 میلیون یا 22 میلیونی که فعلا نسبشان به چنگیز خان میرسه. و بس این دوست مایی بود که این آدم در نهایتش 4 زن داشته باشه یا 5 زن. چطور این 20 میلیون یا 16 میلیون نفر نسل چنگیز است؟ بنابراین قضیه چنگیز خان آنچه که در روایت تاریخی آمده امی است و فرزندان مشروع داشته، نامشروع داشته، ازدواج مشروع کرده، ازدواج نامشروع کرده. خب امی چی بگویم، یک تعدادش حلالی است، یک تعدادش در افغانستان به زبان فارسی یگان بچا که شوخی کنه باز بگه یرامی است میگه. شاید یک تعدادشان امی نسل یرامیش باشه دیگه. به هر صورتش ما پوزش میخوایم از این بابت، چون مشروع و نامشروع معنیش در زبان عامیانه امیره دیگه افاده میکنه. اما یک چیز دیگه را باید خاطر نشان بسازم در آخر ویدیو که آیا میدانین هنوزم یک رای را که چنگیز خان در امو روزگار خود طی کرده بود هنوزم ادامه داره؟ هر کسی که به قدرت میرسه، زن اول گرفت، زن دوم میگیره، زن سوم میگیره، زن چهارم میگیره، اگر مطابق امو قوانین دینی خودشان نباشه شاید امیر ادامه بتن تا به 7 و 8 و 10 برسن. و جالبترش است که هر کسی به قدرت رسیده از تبار خودش با زن نگرفته، رفته زن دوم سوم از تبار دیگه گرفته. مثلا یک تعداد رهبرای تاجیک در افغانستان در گذشته که بودن، اینا زنانشون پشتون تبار بودن، با شمول آقای دوستم، آقای محقق که خودش هزاره بود، زنای پشتون داشتن. و یک تعداد پشتون ها بودن که باز اینا زنای تاجیک داشتن. بگونی مثال نمی خلیلزاد و یک تعداد کسای دیگه بودن که اینا باز رفته بودن. و خود آقای کرزی اینا زنای تاجیک گرفته بودن. یعنی رای چنگیز خان هنوز هم در این رابطه ادامه داره و یک تعداد مردم این را متاسفانه که ادامه میده. تا ویدیوی بعد شما را به خداوند اردو جهان میسپارم.